عرض میکنم خدمت همه همشهریان عزیزم در شهر زاهدان. در بلوار کلات هستیم، شیرآباد، جایی که 10 روز پیش ریاست محترم شورای شهر زاهدان به همراه شهردار محترم تشریف آورده بودن، در این منطقه بازدید کردن و اعلام کرده بودن که انشالله تا 1 ماه آینده بلوار کلات آسفالتش به پایان خواهد رسید و انشالله مردم از این موهبت برخوردار خواهند شد. اینجا همون بلوار کلاته و اینجا هم دکل هست که شما دارید میبینید. انشالله تا 1 ماه بعد ما اینجا رو آسفالت خواهیم دید، همونطوری که مسئولین عزیز اعلام کردن و مردم عزیزم با قدرت پیگیر این موضوع هستن که انشالله آسفالت این منطقه به سرانجام برسد و انشالله خواهیم دید که مسئولین عزیزمون در عمل هم کاری برای مردم خواهند کرد یا نه.